کشوری را هست نمود که با داشتن فرهنگ و تاریخ کهن جایگاه ویژه دارد که در ادوار مختلف تاریخ به نامهای آریانای کبیر، خراسان بزرگ و غیره نامیدند. بالاخره امروز و در این خطه نسل‌ها و نیاکان ما روزهای خوب و آفتابی را تجربه نمودند و یادگارهای ارزشمندی را برای ما به امانت گذاشتند. اما در این نیم قرن اخیر ابرهای سیاه تاریکی و جهالت آسمان افغانستان را تسخیر نمود. 3 نسل معصوم و بی‌طرف قربانی افکار و اندیشه های افراطگرایان و بنیادگرایان شده است. اما چرا؟ و تا به کی؟ من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، کی به پا خواهد خواست؟ سکوت و یا قیام. انتخاب به ماییم که می توانیم جهت این مسیر را به سوی روشنایی تغییر بدهیم. ماییم که می توانیم با اتحاد و همبستگی علیه جهالت و تاریکی انقلاب به خاطر آزادی سرزمین، انقلاب برای آزادی، انقلاب برای انسانیت، انقلاب برای احیای مجدد هنر، انقلاب برای یک آغاز نو. آیا آماده هستید؟
افتخار تمام مادران قهرمان افغان در سر تا سر دنیا و افغانستان. بگذارین که ببینن که چقدر دوستشان داریم. هر کسی که مادر خود دوست داره لایت تلفن رو تنها چالان کنه. هم گل تقدیم خود صدای خیلی خوب داریم و دستا پشتو سندره هم دیر خوب دیر مننه.